خب یکی از اون مرکز خریدی که میگن خیلی خوبه. البته ما این 2 روز وقت نکردیم. یه رالتی آون است. باید بریم اینجا. اینجا هم باز دوباره یه مساجه دیگه است. یه پر پاساژه، یعنی خوب جای ما رو آورده. بعد انصافا هتلش هم خیلی خوبه. 3 ستاره است ولی 5 ستاره است. همه چی داره. صبحونه، سرویس مفصل، اصلا همه چی. اصلا خیلی توپه. انگار نه انگار یه روستاه. همه چی تکمیل، همه چی ایده‌آل. این دیریم تخفیف. زدم نوشتم میام. زدم نوشتم فیلم گرفتم. یه رالتی آومه. بریم توش داد. یه روستا بی هم زیاد داره اینجا. نگاه این زایاتیه. عوض ماشین ها نشون میده. اینجا پاول مارک. این دیدیم زده تخفیف. میخوام بریم توی یه رالتی. نگاه سیکه جاده سی. میخوام بریم تو آبمه. این فیاتش نگاه، این مدل نگاه فیاتش هم هست. از این مینیبوس‌های بنز خیلی زیاده. بریم میخوام رسیم بریم فورد. اینه یه رالتی. یه رالتی دبلیسیم داره. هجدانه دوباره. اینجا هم میدون بشیور یا میدون ماهیه. من برم اینجا میدون بشیور. آقا این بهش میگم بشیول به خاطر اینکه بهش یولوه. نوشته بن اولو گولو این جلیکالی رالی ماهی داره. خب 5 تا راه داره. ببین راه اول جمهوریت، راه دوم ادامه سیکه، راه سوم اسم خیابونشو نمیدونم، چهارمیش ایسکله. اینجا هم نوشته ایسکله جاده سی که مستقیم میخوره به اسکله تفریحی وان، به همون دریاچه‌ای که برای کشتی تفریحیه، تور شبانه. این هم که همون خیابون سیکه خودمونه. این هم که مجده و شیما. کجا بود رفتیم باقلوا خوردیم؟ تاتلوشو. نگاه اونا تاتلیشو. اونجا رفتیم جاتون خالی باقلوا، بعد خوردیم به اون قهوه هم دادن کمال پاشا. اینا عجب چیزی بود، یعنی واقعا معرکه بود. یعنی قهوه دادن. قهوه چقدر خوشمزه بود خدایی. خیلی خوشمزه. حالا بریم یه رالتی.